هیو what's up guys، من صابرم. خیلی چاکرم به چنل خودتون، یعنی صابر ادونچرز. خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام به یکی دیگه از ترک های حضرت یاس، برکت رپ فارس، ریاکشن برم. اسم ترک بد شدم هست که خیلی پیشنهاد دادید، ما اومدیم ریاکشن بریم. از چنل خود یاس میخوام گوش بدم. و یه نکته، تو این 2-3 روز من یه خورده کم کار شدم. دلیلش این ویدئویی هست که قبل از این ویدیو منتشر کردم. حالا اگه ندیدید برید لینکشو میذارم، برید ببینید. ویدیو خیلی خفنی شده به نظر خودم. البته حالا ان که نظر شما همین باشه. خیلی روش وقت گذاشتم خداییش. سبکش هم متفاوته کلا تو فیلم و این چیزاست. ببینید، فکر کنم خوشتون بیاد. خیلی چیز باحالی شده. و همین دیگه، یه کوچول بریم سراغ ترک. Let's go. خب بچه، اگه چنل سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب رو بچکونید. لایک و کامنت هم که از واجبات خداییش. زنگوله روشن کنید جدید مطلع بشید. بریم سراغ ترک. خب موزیک پرودوسر سعید شمس، میکس ام منصر سعید انصار. آفرین. کاور آرت هم مهدی کاظمی چه آشناس؟ نه اون مجید کاظمی که با شاهین نجفی کار میکنه. آره اشتباه کردم. خب Are you ready؟ 5 دقیقه و 34 ثانیه هم هست. بد نیست، تایمش یه خورده نسبتا بلنده دیگه. 3 2 1 Let's go. سنگین شروع شد. چه جوی داره. آقا من تو ریاکشن های قبلی هم گفتم ترک هایی که مثل حالا بیشتر تو ترک هایی یا همچین اتفاقی میفته که اول آهنگ جفسازی و حالا قبل از شروع ورس خواننده آهنگی که پلی میشه میخواد ذهن تو آماده کنه. این الان اکثر ترک های یاس ما همچین چیزی رو داریم. داره ذهن تو آماده میکنه واسه اون چیزی که یاس میخواد بگه. قطعاً ترک سنگینه و حرفای سنگین قراره بشنویم. اصلا آهنگ مشخصه، این اینترو آهنگ مشخصه کامل. به به. متاسفانه اینو یاد گرفتم نخندم، حتی بعد اینکه فاز گرفتم با یه جوک. تا بلند خندیدم سری محکم دستم و گاز گرفتم. فهمیدم که خوب بودن من باستاب نداره، وجدان تا آخر این داستان سرابه. فهمیدم کبابی آثار ثوابه، به محتاج فقط بگم که بازار خرابه. فهمیدم گناه میتونه 1-2 روز عادی شه، حتی معنوی ترینا تو یک لحظه مادی شه. یاد گرفتم که تخریب کنم، تا یه معروف دیدم بگم ولش کن شاخ میشه. یاد گرفتم که از همه دورم آتو جمع کنم، تبدیل به اسلحه کنم. درد دلا رو بشنوم و وقت دعوا همون درد دلاشونو مسخره کنم. همین چند جمله‌ای که گفت همش فکت بود. همش داره واقعیت ها رو میگه که همه ما باهاشون درگیریم. سعی میکنی ثواب نکنید که اگر ثواب کنی فکر میکنی قراره کباب بشی، پس چیکار میکنیم؟ یا ولش کن ثواب چیکار میکنه. خب و اینکه درد و دلا رو بشنوی و موقع دعوا خیلی قابل فهمه. اصلا حرف نزنم، ولش کن. دل یک شهر پر از فازهای منفی، راههای مخفی پر خطر، مارهای افعی. ایستادی تو 4 راه تردید، درگیری که سکوت کنم و مظلوم تر شم. اجازه بدم همه از روم رد شن، یا بشم یه نامرد که با طبیعت خودشو وفق داد با مرگ آدمیت. نگو مسئله رو واکنش باز، خب مسلم هر کنشی واکنش داشت. رود بودم صد شدم، روز بودم شب شدم، خوب بودم رد شدم و بد شدم. به به، چی قافیه بازی. هر کنش واکنش، روز شب، خوب بد، نمیدونم. به به، چی بگم دیگه. یعنی یاس تو این آهنگش داره این کارو میکنه. حالا اوایلش هم هست دیگه، تا آخرش قطعا همینه. کتاب باز کرده، کتاب حقایق یاس، اسمش هم میشه گذاشت حقایق یاس.
داره واسط فکت میخونه، کتاب صوتیه دیگه، خود یاس داره واسط فکت میخونه. نسل به نسل خون به خون این بین ما میچرخه، اینو خوب بدون. ما مثل دومینو به هم ضربه میزنیم، تو به من به اون به اون. مگه خودم خیر دیدم؟ جواب خودم رو خیر میدم. اون که داشت میدید که دارم از بین میرم، پیک میزد بعد مزه میل میکرد. هی ایزد خودت شاهدمی، حس میکنم دارم میرم تو یک چاه عمیق. قبول کن دفاع تو این مورد وارده، منم بد نبودم ولی خودت یادت اون روزی رو که وایستاده بودم تو صف کپون، دیدم یارو پشت بنز خفه. کپون من آخرین باره که کپون یادمه فکر کنم واسه 6-7 سالگیمه، یعنی میخوره واسه 20 سال پیش. اون موقع بابام میرفت چیز میکرد، حالا کپنا رو میداد، برنج و شکر و روغن این چیزا میگرفت. ببین واسه جریان واسه کیه. کپل نشسته بود یه قول بیریخ که از سر تا پاش فقط داشت پول میریخت. تو اون لحظه حس کردم که روز مردنمه، دیدم اون که کنارشه دوست دخترمه. منو دید ولی من غریبه بودم، با همون مانتو که من خریده بودم. این همه تو عشق وای چقدر درد داره واقعا. ولی من غریبه بودم، با همون مانتو که من خریده بودم. این همه تو عشق دادی اونم پاداشت، رفت با همونی که آویزون از باباشه. یه اعتصاب نهار، یه اعتراض مامان، یعنی بنز دم دره، یه پاپیونم بالاش. لفظ میاد که روش حساب کنن، میگه میخوام به اموال پدر اضاف کنن. خیلی خود ساخته است، همون بنزم از باباش خرید از دم، قسط ماهی 1000 تومن. بعضیا اینطوری هن. دقیقا همینه. فکت آقا، فکت داره میگه همش. حالا اینجا هم یه اشاره به این کاور آرت بکنیم، چقدر خفنه این پانچایی که داره، عکساش اون پشت ظاهر میشه. الان مثلا از دم قسمای 1000 تومن، اون 1000 تومن و مار افعی و این چیزا میاد. خیلی باحال عکسش. و اینکه چی بگم واقعا، یکی مثل ما از 17-18 سالگی کار میکنه، شاید حالا تا عقب‌تر، من 14-15 سالگی کار میکردم. یکی هم مثل این بچه پولدارای بی‌ناموس، حالا همشون نه ولی خب اونایی که حالا اکثرا آقازاده ها رو دارم میگم، شغلشون بابا پولداریه. ای بابا من قرض کردم تو برات خرج کردم، من کف خیابون رو برات فرش کردم، من واسه داشتن تو نذر کردم، من تو رو یه فرشته فرض کردم. من با تنهایی تو با تنهایی که تو رو ولت میکنن. تو کل آهنگ همش باید بگی هی حسرت بخوری، هی آهوناله بکشی، دهنت سید. چه آهنگ پر و غمگینیه، چی بگم اصلا آهنگش یه جوریه، سنگینه، خیلی خیلی سنگینه. انگار مثلا فیلم درام خیلی خفن تراژدی داری نگاه میکنی. فرش کردم، من واسه داشتن تو نذر کردم، من تو رو یه فرشته فرض کردم. من با تنهایی تو با تنهایی که تو رو ولت میکنن تو اوج تنهایی. تو اون شهر پرنقاب تو با اون بخواب، من با قرص خواب. اگه بپرسم اون کیه که باشی بهم میگی با لبخند بابا اون که داداشیمه. همون داداشی ها دوشیدنت، لباسو کندن و تو رو پوشیدنت. گفتم تو خراب میشی اونو آباد میکنی، تو که عروس نمیشی اونو داماد میکنی. ای تو که حرفات تو واقعا ای این روز دروغه، یه تو زردی که حتی نیم روت دو روه. گفتی برمیگرده بازم خام، حتی نیم روت دو روه، یعنی اون نیمه دیگت 2 تا نیمه داره آدم، اون نیمت هم 2 روه، یعنی 1/4 میشه دیگه. میکنم گفتی ببخشید حل خواهش میکنم. بعد 6 سال درای دلت باز شدم، واسه خودم اومدی یا چون که یاس شدم؟ یاسو نگهدار فقط واسه رپ، اون به کنار، در اصل من یاسرم. اون که واسه اسمش ریاضت کشیده، حق بده پشت میز ریاست بشینه. همه حق میدن داداش، همه حق میدن شما پشت میز ریاست بشینی. شاه برکت رپ فارس واقعا چی اصلا آهنگو اصلا واقعا تو پوست و استخونت داره فرو میکنه با این چیزی که نوشته. دارم عقده هامو در میارم از دلم،
سر تو درد میارم معذرت، تو شاد باش من که نبودم داشت تو این آهنگ تو سنگ صبورم باش. البته اینم که حرف جالبه که ما تموم حرفامون حق به جانبه. ما از خوبیامون دم زدیم وگرنه منم به خیلیا کم بدی نکردم. پول، دختر، موقعیتم خدایی بد نبود عمق نیتم، ولی بزا بعد و بیره ها رو حوالم کنن بلکه خالیشن و منو حلالم کنن. منم یاد گرفتم اینا رو از اجتماعمون و توجیه نداره کارم اشتباه بود. اگه درد دار... یعنی هر چیزی ما یاد میگیریم از اجتماعه. درسته میگه خانواده، ولی به نظر من اجتماع از خانواده خیلی مهمتره. شما مدرسه که میری صبح تا ظهر یا صبح تا عصر تو مدرسه ای، یعنی بیشتر از این که پیش خانوادت باشی تو جامعه ای، تو مدرسه ای. حالا مدرسه که تموم میشه دانشگاه تموم میشه کار. اون اجتماعی که شخصیت ما رو تشکیل میده، آدمایی که دور و برمونه شخصیت ما رو تشکیل میده. چیزی که داره میگه از اجتماع یاد گرفتیم. آقا ما میبینیم 4 نفر به ما بدی میکنن، میگیم چرا اینطوریه، چرا ما بدی نکنیم. همون دومینای خود یاس میشه. من به اون ضرب میزنم، اون به اون، اونم به اون. حرف حق. اینا رو از اجتماعمون و توجیه نداره کارم اشتباه بود. اگه درد دارم بوده حقم لقم، یه حساب کتابی بوده که مونده عقب. بگذاریم اینم با یه دید روتین، بشنو بگو بس که دیکته خوندی. تو هم اگه زندگی ما رو دیده بودی تو 100 تا ترک سر تا پای ما رو مینمودی. ولی واسه من رپ یعنی داستان، از اون که زخم خورد ولی باز واسطاد. آره رپ یعنی آرمان، از زیر زمین پرواز به آسمان. به ایزی تمام. یعنی بعد از آهنگای یاس باید بشینی یه نیم ساعت به آهنگ فکر کنی، ببینی چی شد چی نشد. اصلا واقعا همه ترکاش میبرد اصلا تو فکر. چی بگم دیگه، واقعا نفر اول تو رپ، حتی من میگم تو جهانم خیلی، یعنی رپرای کل دنیا هم بخوای حساب کنی یاس قطعا یکی از بهتریناشه. بدون حاشیه، بدون اصلا سر صدا، میاد میخونه میره. اینطوری هم میخونه، یعنی همه ترکاش پر سر صدا، به ترکون، خفن و آدم حسابی. متن مینویسه پشمات میریزه بدون هیچ کلمات بیادبانه و فحش و جنجال و این چیز. میاد میخونه میره. اصلا من پشمام ریخت. قطعا من مثل ترک های دیگه به این ترک هم از یاس 10 میدم، 100 میدم. اصلا حرف دیگه ندارم آقا، خیلی خفنه یاس. حالا سعی میکنم به ترک های دیگه هم حالا پیشنهاد بدیم به کدوم ترکاش ریاکشن برم، اونم بریم با هم اشغال کنیم. واقعا من که الان این ویدیو رو تموم کنم میرم تو فکر ببینم چیه اصلا، داستان چی بوده، چی میگه این. حرف دیگه ندارم آقا. سابسکرایب اگه کردید سابسکرایب حتما بکنید، لایک و کامنت یادتون نره، زنگوله رو شما ویدیو جدید مطلع بشید. تا ویدیو بعد، نه دوستتون دارم کلی زیاد. تا ویدیو بعد، مخلص. Drop.